سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خب امروز قراره برم یه جای باحال دوست داشتنی، البته من خیلی علاقه دارم بهش، اونم نمایشگاه ماشین بین المللی. خب حالا من رفتم دوش گرفتم، آرایشمو کردم، حالا میخوام برم لباسمو بپوشم و بعد بیام ادامه میکاپمو با هم داشته باشیم. خب بچه‌ها تصمیم گرفتم این شلوار خنک رو بپوشم چون احتمالاً اونجا خیلی گرمه و این چطور شد؟ خب حالا یکم میکاپ رو درست میکنیم. باشه کنه شاین میزنم. اینه خیلی چیزا خوبه، خیلی خوب میمونه. کلا من فلورمار رو از هم بیشتر دوست دارم. مثلا ارزش خرید رو داره. قیرش رو دیگه خودم دفعه به دلخط نکنم. حالا میخوام خط چشم بکشم. خیلی نمیخوام شلوغش کنم که چشم معلوم بشه. کلاه داغون شده، مجبورم که همه اینا رو هم پیاده کنم. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the